خوش اومدید به دومین ویدیوی من. سلام، خوش اومدید به بخش دوم این ولاگ. خب من همونطور که دیدید رفتم کلاس زبان، اومدم یکم استراحت کردم و الان اومدم که با شما صحبت کنم. خب همونطور که میدونید و دیدید من میرم کلاس زبان و میتونم مثلا توی بعضی از بخشای زبان بهتون کمک کنم. نمیدونم مثلا در مورد اگه میخواید شروع کنید زبانو، من میتونم بهتون کمک کنم چه کارهایی باید بکنید و اینا که مثلا زودتر پیشرفت کنید توی زبان. چون من خودم مثلا از یه ترم خیلی پایینی، مثلا ترم کودکان میخوندم، اون کودکایی که مثلا کلاس اول دوم سوم اینا بودن و من با اونا میرفتم کلاس 2 سال پیش تقریبا. بعد مثلا دیگه خودم خوندم و پیشرفت کردم و تونستم مثلا به ترم نوجوانان برسم، یعنی رفتم تعیین سطح دادم که بتونم به ترم نوجوانان برسم. میتونم در این مورد بهتون کمک کنم، شاید به دردتون خود. واقعا میگم شما میتونید تو هر چیزی پیشرفت کنید، یعنی مثلا پیشرفت ربطی به استعداد نداره. شما اگه بخواید، با اینکه مثلا شما بگید استعداد ندارم و نمیدونم نمیتونم و اینا، واقعا ربطی به این چیزا نداره. شما اگه بخواید میتونید تو هر چیزی پیشرفت کنید و به نتیجه دلخواهتون برسید. مثلا یکی هنر دوست داره ولی مثلا نقاشی ها که میکشه نه، مثلا این تعریفی نداره، ولی شما اگه برید دنبالشو، دنبال پیشرفت توش باشید، میتونید پیشرفت کنید توش و به هدف دلخواهتون برسید اگه هدفی داشته باشید در اون مورد. من خودم هم همینطوری هم. مثلا توی هنر استعداد زیاد خاصی ندارم، ولی دارم تلاش میکنم که مثلا نقاشی های خوبی بکشم و کارهای جالبی توش انجام بتونم بدم. و توی زبانم همینطور بودم. من تا 2 سال قبل هیچی بلد نبودم. واسه اولین سال رفته بودم تعیین سطح بدم که مثلا ببینن تو چه ترمیم، من بیفتم تو همون ترم. مثلا گفته بود که what's your favorite animal و من اینجوری مونده بودم که یعنی چی انیمال، یعنی چی، و اینجوری بودم که یا خدا چقدر بد که من هیچی توی زبان بلد نیستم. و الان بعد 2 سال همه مثلا اینطوریان که او چقدر پیشرفت کردی و اینا. پس مطمئنم شما اگه میتونید، یعنی میخواید که پیشرفت کنید توی هر چیزی دلخواهتون، قرار نیست چیز باشه که بقیه بهتون تحمیل میکنن، هر چیزی خودتون دلتون میخواد و که بخواید بهش برسید و میتونید توش پیشرفت کنید. حالا شاید اجباری باشه نه، ولی شما اگه علاقه داشته باشید بهش، مطمئنن میتونید. آره دیگه، میتونم توی زبان بهتون کمک کنم و هر سوالی دارید ازم بپرسید، من بهتون مطمئنا جواب میدم. سابسکرایب کنید، فالو کنید. شما مطمئن باشید که مثلا الان اگه هیچی بلد نباشید، هیچ کاری نمی کنید. منم خودم هم تقریبا همینطوری بودم. تابستون امسال همونطور که میدونید اتفاقات ناخوشایندی افتاد و خودتون خبر دارید دیگه، توی ایران هستید و میدونید. تو ایران نباشیدم و ایرانی باشید کلا میدونید دیگه چه اتفاقایی افتاده تو ایران. من خودم توی تابستون هیچ کاری نکردم و اینطور بودم که ببین 2 ماه کامل هیچ تحرکی نداشتم، ولی تصمیم گرفتم که کارایی انجام بدم. زبانم رو میخوندم. میتونید خودتون حتی باشگاه هم نرید، ورزش کنید تو خونه، خودتون بزنید تو یوتیوب ورزش کنید، واقعا بهتون کمک میکنه این کارا. غذاهای سالم بخورید، رژیمای سالم بگیرید. اگه مثلا میخواید به تناسب اندام برسید، رژیمای سالم بگیرید. مثلا چند هفته قند نخورید، خودتون مطمئنا نتیجهشو میبینید. من خودم اینجوری بودم که نه من خیلی چاقم، اینطوریم اونطوریم. ورزشم چیکار کردم؟ روزی 2 وعده فقط غذا میخوردم
و واقعا میتونم بگم که شاید به خودم آسیب زده باشم. حالا نتیجه هاشو شاید بعداً ببینیم، نمیدونم. شما اصلا این کار نکنید، چون واقعا اینکه چاق باشی خیلی بهتر از اینه که بخوای به بدنت آسیب بزنی، میدونی. به همین خاطر شما این کارو نکنید. حالا من دارم در مورد موضوع مختلف و پیشرفت کردن توش حرف میزنم. شما موضوع خاصی که دارید و میتونید اینجوری شاید حلش کنید. من تو این چند روزی که از ویدیو قبلی ما میتونید ببینید، من چیز کردم، چی میگن، در مورد خودم صحبت کردم و گفتم قراره چی کارا کنم و اینا. من از دفعه قبلی که ویدیو گذاشتم و اینا، خودم مثلا یکم توی پینترست گشتم و اینا، نقاشی ها کشیدم. حالا اینجا بهتون نشون میدم. این یک آسمون که قرار بود چیز بشه، قرار بود آسمون بشه که تقریبا شبیه دریا شده بیشتر. و نقاشی های دیگه که دارم و بعدا میخوام براتون آموزشاشو بذارم و حرفایی بزنم که شاید به دردتون بخوره. مطمئناً شما تو هر کاری که بکنید شاید توش پیشرفت کنید. یعنی مثلا نگاه کنید، این اولین نقاشی که من توی این دفتر کشیدم، توی همین چند تا دونه نقاشی این اولین نقاشی که من کشیدم. یعنی من هیچی از مثلا با رنگ اکریلیک کشیدم. من هیچی از رنگ اکریلیک نمیدونستم، ولی بعد چند تا نقاشی که کشیدم، بعدش مثلا نتیجه شد این یه نقاشی سخت‌تر. حالا زیادم خوشگل و مثلا اینطوری تعریف دار اینا نیستش، ولی مثلا شاید بهتر از اون باشه. چون مثلا من برای این کلی مثلا وقت گذاشتم که مثلا رنگ این دوتا رو درست کنم. چون مثلا من خودم یه دونه رنگ، به خاطر اینکه زیاد حرفه‌ای نیستم دیگه، یه دونه رنگ اکریلیک پیدا کردم. 8 رنگ مناسبه دیگه واسه کسی که تازه میخواد شروع کنه. اونو گرفتم و تصمیم گرفتم که توش پیشرفت کنم، که مطمئنا شما اگه بخواید میتونید. اگه تو زبان باشه شما تازه بخواید شروع کنید، مطمئن باشید هیچ وقت واسه شروع کردن زبان دیر نیست. من خودم نه فیلم‌های آمریکایی میدیدم که مثلا از اون طرف یکم زبانم خوب باشه، نه کار دیگه میکردم کلا. یعنی مثلا هیچ پیش زمینه‌ای تو زبان نداشتم وقتی رفتم، ولی بعد چند ماه که مثلا رفتم زبانینا توش پیشرفت کردم. تو نقاشی شاید پیشرفت کرده باشم. من قبلا نقاشی خیلی خوب میکشیدم، ولی الان هیچ چیزی اصلا حالی نیست از این جور چیزا. پس میتونید این کار رو انجام بدید، پیشرفت کنید. یا مثلا اگه یک استعدادی رو دارید و روش کار نکنید، همینطوری مثل نقاشی کشیدن من میشه، زود از یادتون میره و دیگه هیچ پیشرفتی نمیتونید توش بکنید. پس پیشرفت کنید تو کاراتون، مطمئناً به دردتون میخوره. اگه یه کاری رو میبینید که بلدید انجام بدید، همینطور بدون هیچ کلاس رفتنی، یه استعدادی دارید یا مثلا قبلا یه کلاس رفتید دیگه نمیرید، اگه هنوز مثلا اون کارا رو بلدید و اینا، سعی کنید خودتون با اینترنت و یوتیوب الان که هستش خیلی کارآمد، واقعا هوش مصنوعی هست، میتونید ازشون استفاده کنید و پیشرفت کنید توش بدون اینکه کلاس بدید و پولی هزینه کنید و اینا. فقط پول اینترنت رو میدید و میتونید به هدف دلخواهتون برسید. همونطور که گفتم میتونید برید لینک پایین، که نه ویدیو پایین منو ببینید. من در مورد خودم حرف زدم و گفتم قراره توی این کانال چه کاری انجام بدم. مطمئنم به دردتون میخوره، بهتون انگیزه میدم، چون خودم شاید انگیزه نداشته باشم ولی میتونم به بقیه انگیزه بدم. آره دیگه، میتونم مثلا تو بعضی کارهایی که خودم مهارت دارم کمکتون کنم. مطمئناً به دردتون میخوره. یعنی مطمئن باشید که یک نفر داره بهتون این حرف رو میزنه، حتی یک نفر مثل من که اصلا نشناسیدت، مطمئناً به دردتون میخوره. یعنی اینجورید که وای الان این گفت، یعنی من میتونم. یعنی واقعا تاثیر داره. من خودم هم اینجوریم،
جوگیر میشم از حرف یه غریبه، اینطوری هم که واو الان برم اون کار رو انجام بدم. پس شما میتونید مطمئن باشید هر هدفی دارید میتونید بهش برسید. حالا الان 28 روز مونده تا شروع شدن مدرسه ها و قرار کلی کار بیفته رو سرمون، تکلیف، درس خوندن، امتحانات. توی اون موقع هم میتونم بهتون کمک کنم اگه مثلا پایین تر از منید یا همسن منید، میتونم بهتون کمک کنم تو درساتون پیشرفت کنید، مطمئنا به دردتون میخوره. حالا اگه خواستید میتونید سابسکرایب کنید، لایک کنید، منو حمایت کنید تا من انرژی و انگیزه رو از شما بگیرم و بیام اون انرژی و انگیزه رو به شما منتقل کنم. مطمئن باشید که ویدیوهایی که من میذارم همینطور الکی نیستش، بهتون کمک میکنه. هر سوالی دارید از من بپرسید توی کامنت ها، هر سوالی دارید از من بپرسید که مثلا اولین باره که منو دارید میبینید، هر سوالی که دارید بپرسید، من مطمئنا همون دقیقه اول جوابتون رو میدم. مطمئن باشید جوابتون رو میدم. و سوالی در هر موردی، مثلا زبان، نقاشی، حتی مثلا شروع کردن کار تو یوتیوب، چون من خودم همچین چیزی ندارم، پیش زمینه ای ندارم، ولی شاید مثلا منم تازه شروع کردم دیگه. من که تازه شروع کردم شاید بتونم به شما هم کمک کنم. پس لایک رو بزنید و سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو بزنید. شاید اگه مثلا ویدیو من رو دوست دارید زنگوله رو بزنید که هر موقع من ویدیو گذاشتم براتون نوتیفش بیاد و بتونید که ویدیوی من رو ببینید. ممنون که این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.